بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در ششمین درس از کتاب السنه امام ابو عبدالرحمن عبدالله ابن الامام احمد ابن حنبل رحمهم الله تعالی هستیم. دوستان عزیز، در درس قبلی بابی را در مورد اهل رأی باز کردیم، در مورد بدگویی ابو حنیفه از اقوال سلف، از اقوال ائمه‌ای که در قرن 2 هجری بودند. علت از این بیان کردیم که چرا ائمه سلف بدگویی از را کردند. یکی مسئله خلق قرآن بود که ابو حنیفه در مورد خلق قرآن سخن گفته بود که قرآن مخلوق است و ابن ابی لیلا او را استتابه داده بود و بچهش میگه که پدرم توبه نکرده بود بلکه تقیه کرده بود، یعنی عقیده خود پنهان کرده بود از او چیزی که در نهان داشت. و یکی مسئله ارجاع ابو حنیفه است که او مشهور است و همه مشهور است، همه امت با او اتفاق دارن در مسئله ارجاع از او که او مرجعه است و مرجعه را گفتیم سلف تکفیر کردن. و ابو حنیفه از جمله کسانی است که میگفت ایمان همه بندگان الله کس یکسان است، یعنی ایمان ما و ایمان رسول صلی الله علیه وسلم یکسان است. معاذ الله میگفت که ایمان ما و ایمان ملائکه یکسان است، میگفت ایمان ما ایمان جبرئیل و میکائیل یکسان است. معاذ الله، با الله پناه میبریم از این اقوال کفری. و ابو حنیفه کسی بود که عمل شرط ایمان نمیدانست، تارک زکات تارک الصلات تکفیر نمیکرد، در حالی که ائمه سلف، صحابه، کل سلف اجماع دارن بر کسی که نماز ترک میکنه بر کفر تارک الصلات اجماع دارن. لیکن ابو حنیفه که چون از مرجعه بود، چون عمل شرط ایمان نمیدانست و در تارک الصلات هم که تارک الصلات کافر نمیدانست. مسئله دیگری که سلف وادار کرده بود تا بدگویی ابو حنیفه را بکنن، دین او بود، دین اهل رأی بود. دین اهل رأی بود که او رأی میداد، نظر میداد، از پیش خودش بر قرآن و سنت نظر میداد و احادیث صحیح رسول صلی الله علیه وسلم رد میکرد. احادیث رسول الله برش گفته میشد، احادیث تمسخر میکرد یا کلمات زشت به احادیث میگفت، استهزا میکرد. مسئله دیگری که از ابو حنیفه، بدگویی ابو حنیفه سبب شد که سلف بگن در بخاطر ازی بود که حیله را جور کرد در دین و کسی بود که حیله را آورد و از طریق حیله که از مسائلی را که الله تعالی حرام کرده و حلال میکرد، او چیزی را که الله حلال کرده و حرام قرار میداد. به همین شکل ما در درس قبلی بعضی از اقوال خواندیم، انشاءالله در درس امروز هم بعضی از اقوال سلف هم میخوانیم انشاءالله تعالی. اولین قولی که ما شروع میکنیم قولی است از حماد ابن ابی سلیمان، استاد ابو حنیفه در ارجاع. حماد ابن ابی سلیمان که متوفای 120 هجری است، شیخ ابو حنیفه در ارجاع و رأی می باشه. او استاد ابو حنیفه است در رأی و ارجاع. در کتاب الضعفاء عقیلی از جریر رحمه الله نقل است که میگه کان حماد ابن ابی سلیمان رأسا فی الارجاع. حماد ابن ابی سلیمان یکی از بزرگان مرجعه بود، بلکه بانی ارجاع، کسی که ارجاع را در امت محمد صلی الله علیه وسلم آوردگی است، این انسان بود. و امام لالکایی رحمه الله از جریر نقل میکنه که میگه مغیره میگفت حدثنا حماد قبل ان يسير مرجعا و ربما قال حدثنا حماد من قبل ان يفسد. میگه مغیره احادیثی که روایت میکرد میگفت که از حماد روایت میکنیم قبل از اینکه حماد مرجعه شود و در بعضی جا میگفت قبل از اینکه حماد فاسد شود. در کتب سلف نام های حماد زیاد است. از ائمه سلف هم از حماد ابن زید چندین ائمه است که لیکن حماد ابن ابی سلیمان ای که از استاد ابو حنیفه در ارجاع می باشد.
و حماد گفتم ابن تیمیه هم در کتاب الایمان میگه انه اول من تکلم بالارجاء فی الکوفه، اولین کسی که در کوفه در مسئله ارجاء سخن گفت میگه حماد بود. لیکن حماد در اینجا به ابو حنیفه چی میگه؟ امام سفیان ثوری رحمه الله میگه قال لحماد بن ابي سليمان اذهب الى الكافر يعني ابا حنيفه فقل له ان كنت تقول ان القرآن مخلوق فلا تقربنا. سفیان ثوری رحمه الله میگه حماد بن ابی سلیمان برام گفت که برو به ابو حنیفه کافر بگو، اگر میگه قرآن مخلوق است و ما نزدیک نشو. و در کتاب ایبانه از امام ابن بطه رحمه الله به همین شکل روایت است و در تاریخ بغداد هم روایت است از سفیان ثوری که در اونجا آمده کلمه مشرک به کار برده شده که حماد بن ابی سلیمان به سفیان ثوری میگه برو به ابلغ ابا حنیفه المشرک انی منه بری، میگه برو به ابو حنیفه مشرک بگو که من از او بری هستم، من از او بیزار هستم. میگه به خاطر که او میگفت که القرآن مخلوق، میگفت که قرآن مخلوق است. به همین شکل روایت امام بخاری آورده در کتاب خلق افعال العباد آوردگی است. و کسی که خودش مرجئه بود بانی ارجاء بود لیکن ابو حنیفه را تکفیر میکرد و ابو حنیفه را کافر میدانست. و در روایت دیگری که محمد بن جابر روایت میکنه میگه از حماد بن ابی سلیمان شنیدم که یشتم ابو حنیفه را دو میزد. و روایت دیگر است که از سفیان ثوری رحمه الله میگه سمعت حمادا یقول الا تعجب من ابی حنیفه یقول القرآن مخلوق قل له یا کافر یا زندیق. گفت آیا از سخن ابو حنیفه شما تعجب نمیکنین که میگه قرآن مخلوق است؟ میگه برش بگین که ای کافر ای زندیق. و به همین شکل این روایت که در کتاب سنه امام حرب کرمانی آورده شده، در تاریخ بغداد هم است و امام لالکایی رحمه الله میره آورده. مسئله بدگویی ابو حنیفه که تنها در کتاب سنه امام عبدالله نمی باشه بلکه در کتب اعتقادی اهل سنت، در هر کتابی که ما و شما باز کنیم، کتاب امام لالکایی، امام حرب کرمانی، امام ابن بطه، امام خلال، امام بخاری، کل سلف هر کدامشان که ما و شما باز کنیم در بدگویی ابو حنیفه هر کدامشان یک باب گذاشتن. روایت دیگر را که میاریم از امام اوزاعی رحمه الله است. امام اوزاعی رحمه الله امام اهل شام بود که در سنه 157 هجری رحمه الله وفات کرد. که در مورد از او عبدالرحمن بن مهدی رحمه الله تعالی می فرماید ائمه الناس فی زمانهم اربعه، پیشوایان مردم در زمانشان 4 نفر بودند: حماد بن زید بالبصره و سفیان بالکوفه و مالک بن الحجاز و الاوزاعی بالشام. حماد بن زید امام بصره بود، سفیان ثوری امام کوفه بود و امام مالک رحمه الله امام حجاز بود و اوزاعی امام در شام بود. و اسماعیل ابن عیاش میگه ما از مردم شنیدم در سنه 140 هجری که میگفتن الاوزاعی اليوم عالم الامه، اوزاعی امروز عالم امت است. و امام مالک رحمه الله در موردش میگه الاوزاعی امام یقتدى به، اوزاعی امامی است که به او اقتدا میشن. و خریبی در موردش میگه که کان الاوزاعی افضل اهل زمانه، میگه اوزاعی بهترین مرد، بهترین انسان اهل زمانش بود. و در اینجا روایت را آورده از امام اوزاعی رحمه الله در بدگویی ابو حنیفه. راوی روایت میکنه میگه من از عبدالله بن مبارک رحمه الله شنیدم که او میگفت از اوزاعی شنیدگی است. اوزاعی میگه احتملنا عن ابي حنيفه كذا وعقد باصبعه واحتملنا عنه كذا وعقد باصبعه الثانيه واحتملنا عنه كذا وعقد باصبعه الثالثه العيوب. امام اوزاعی رحمه الله میگه ما ابو حنیفه را تحمل کردیم در حالی که این مسئله را در اینجا خطا کرده بود، در اینجا در خلاف امت رسول صلی الله علیه و سلم سخن گفته بود. میگه انگشت خود گرفت حساب میکرد، گفت در اینجا ابو حنیفه را تحمل کردیم، در اینجا ابو حنیفه را تحمل کردیم، در اینجا تحملش کردیم، حتى جاء السيف على امه محمد صلی الله علیه و سلم فلما جاء السيف على امه محمد صلی الله علیه و سلم لم نقدر ان نحتمله. میگه تا جایی که میگه ابو حنیفه شمشیر کشید در مقابل امت رسول صلی الله علیه و سلم، تا جایی که ابو حنیفه به حد رسید که گفت باید در مقابل خلیفه های مسلمان ها باید خروج شود، باید در مقابل اینها خروج شود. ما در درس قبلی هم گفتیم که یکی از صفات اهل ارجاعی بود در زمان سلف که آنها در مقابل خلیفه های مسلمانان خروج میکردند و ابو حنیفه از جمله کسانی بود که فتوا را میداد و احادیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم در این مورد رد میکرد.
و در اینجا امام اوزاعی رحمه الله میگه ما ابو حنیفه را تحمل کردیم تا زمانی که دیدیم که نمیشه، یعنی میخوای که فتنه را برپا بکنه، میخوای که مسلمانان رو بین هم پرت و مسلمانان رو بین هم جنگ بندازه. میگه در اینجا بود میگه ما در مقابل ابو حنیفه خیسیم و شدت گرفتیم در مقابلش. يزيد ابن يوسف الحميري میگه عن الاوزاعي انه كان يعيب ابو حنيفه اشد العيب. میگه امام اوزاعی رحمه الله ابو حنیفه را به شدیدترین عیب ها میگه سخن میگه. روایت دیگری که آمده محمد ابن کثیر صنعانی روایت میکنه از امام اوزاعی رحمه الله که در مورد ابو حنیفه در نزد او یاد شد، گفت ینقض عرى الاسلام، گفت گره اسلام از بین میبره، میشکنانه. به همین شکل در تاریخ بغداد هم آوردگی است که سلیمان ابن حسن الحلبی روایت میکنه، میگه سمعت الاوزاعی ما لا احصیه یقول عمد ابو حنیفه الى عرى الاسلام فنقضها عروه و اسناده صحیح، سندش صحیح است. راوی میگه که ما از اوزاعی شنیدیم که میگفت ابو حنیفه برای از بین بردن اسلام کمر بسته بود. میگه اسلام که از گره اسلام که از اون میخواست که از بین میبره و از بین میبرد. و امروز میبینیم بیشترین تباهی که در این امت آمدگی است از طرف همین انسان است. جهمیه رو مردم فتنهش هم وقت فهمیدن و همین امت فتوای کفرشان دادن، اونا قتل شدن رفتن. لیکن این ابو حنیفه که است، با دینی که آورد، با ارجایی که آورد، با جهمی که با عقیده جهمیه‌ای که از خود بجا گذاشت، با دین رأیی که از خود بجا گذاشت، با حیله‌ای که از خود بجا گذاشت، خلق کثیر را گمراه کرد و خلق کثیر را با خود در جهنم برد. و روایت دیگری از حجاج بن محمد است، میگه بلغنی عن الاوزاعی انه قال ابو حنیفه ضیع الاصول و اقبل على القیاس. امام اوزاعی رحمه الله میگه که ابو حنیفه اصول ضایع کرد، اصول از بین برد، اصول کنار گذاشت، اصول که قرآن و سنت است، اقوال صحابه است، میگه اونا رو کنار گذاشت و به قیاس روی آورد. و امام شافعی رحمه الله در کتاب الجرح و التعدیل میگه محمد بن حسن رفیق ابو حنیفه یا شاگرد ابو حنیفه برای ما گفت که ایهما اعلم صاحبنا ام صاحبکم، یعنی ابو حنیفه او مالک بن انس. میگه بریم گفت که استاد شما یا رفیق شما بسیار عالم است یا استاد ما و رفیق ما، یعنی ابو حنیفه عالم است یا امام مالک عالم است. میگه امام شافعی میگه رحمه الله میگه گفتم علی الانصاف، آیا ما انصاف بکنم؟ گفت نعم، بله. گفت از انصاف سخن بگو. امام شافعی رحمه الله میگه فانشدک الله من اعلم بالقرآن صاحبنا او صاحبکم، گفتم تو را به الله قسم میتون چی کسی با قرآن عالم است، میدانه قرآنه، رفیق شما، دوست شما یا دوست ما؟ قال صاحبکم یعنی مالک، گفت دوست شما مالک با قرآن عالم است. امام شافعی میگه برش گفتم فمن اعلم بالسنه صاحبنا او صاحبکم، میگه برش گفتم پس چی کسی با سنت عالم است، رفیق شما، دوست شما یا دوست ما؟ گفت اللهم صاحبکم، گفت قسم به الله که با سنتم مالک صاحب شما، رفیق شما عالم است. میگه برش گفتم فانشدک الله من اعلم باقاویل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم والمتقدمین صاحبنا او صاحبکم؟ قال صاحبکم. امام شافعی رحمه الله میگه برش گفتم پس تو را به الله قسم میتم چی کسی به اقوال صحابه و کسانی که بعد صحابه آمدن یعنی متقدمین عالم است، دوست ما یا دوست شما؟ میگه گفت که صاحبکم، دوست شما. قال الشافعي فقلت لم يبق إلا القياس والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس. امام شافعی رحمه الله میگه برش گفتم پس هیچ چیز نمان جز قیاس، و قیاس هم که است نمیشه مگر به قرآن و سنت و اقوال و افعال صحابه. فمن لم يعرف الاصول فعلى اي شيء يقيس، کسی که اصول نفهمه، قرآن و سنت و اقوال صحابه را نفهمه، پس به چه چیز قیاس میکنه؟ و در تاریخ بغداد محمد بن عبدالله میگه امام شافعی رحمه الله برام گفت که نظرت في كتب لاصحاب ابي حنيفه فاذا فيها 130 ورقه فعددت منها 80 ورقه خلاف الكتاب والسنه. قال ابو محمد بن ابي حاتم لان الاصل كان خطأ فصارت الفروع ماضيه على الخطأ. امام شافعی رحمه الله میگه ما به کتب یاران ابو حنیفه نگاه کردم که در از او 130 صفحه بود، 130 ورق بود که میگه حساب کردم 80 ورقش خلاف با کتاب و سنت بود. و امام ابن ابی حاتم میگه چون میگه اصل بنیاد کس بر خطا گذاشته بود، بنیاد بر خطا میگذشت و آنچه که بعد از اون میاد کلش بر خطا بود. و امام شافعی رحمه الله میگه که ابو حنیفه یضع اول المسأله خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها،
میگه ابو حنیفه اول مسئله را بر خطا بنیان میگذاره، سپس کل کتاب او قیاس میکنه. و در کتاب جامع بیان العلم و فضله از امام مالک رحمه الله به سند صحیح روایت است، میگه ما زال هذا الامر معتدلا حتى نشأ ابو حنیفه فاخذ فيهم بالقياس فما افلح ولا انجح. امام مالک رحمه الله میگه این مسئله در بین ما معتدل بود، یعنی هیچ مشکلی نبود تا زمانی که ابو حنیفه پیدا شد. ابو حنیفه آمد، فاخذ فيهم بالقياس، میگه او قیاس آورد، فما افلح، میگه هرگز رستگار نشد و هرگز نجات پیدا نکرد. و در همین کتاب از مالک رحمه الله نقل است، میگه لو خرج ابو حنیفه على هذه الامه بالسيف كان ايسر عليه مما اظهر فيهم، یعنی من القياس والرأي. میگه اگر ابو حنیفه با شمشیر برای امت بیرون میشد، یعنی امت با شمشیر قتل میکرد، این بهتر بود، آسانتر بود از اون چیزی که این در دین آورد، در اسلام آورد، قیاس رأی. این واقعیت است. ابو حنیفه شمشیر میگرفت، پیروان پیدا میکرد، امول از اگر قتل میکرد مردم، و این اقوال از خود به جا نمیگذاشت، این دینی را از خود، این مذهبی را از خود به جا نمیگذاشت، والله بهتر بود. و در کتاب ضم الکلام از خواجه عبدالله انصاری نقل است، روایت است که از امام احمد نقل میکنه، سألت الشافعی عن القیاس فقال عند الضرورات. میگه از امام شافعی در مورد قیاس پرسان کردم، گفت که در وقت ضرورت ها. و در کتاب اخبار القضاة والاخبار الموافقیات قاضی ابن شبرمه میگه دخلت انا و ابو حنیفه على جعفر ابن محمد ابن علي، يعني جعفر الصادق، فسلمت وكنت له صديقا فقلت أمتع الله بك، هذا رجل من أهل العراق له فقه وعقل. قاضی ابن شبرمه میگه ما و ابو حنیفه به جعفر الصادق رحمه الله داخل شدیم در حالی که او یعنی مریض بود و آخرین حیاتش بود. میگه من دوستش بودم، برش گفتم که الله سبحانه و تعالی تو را حفظ بکنه، تو را زنده داشته باشه و فایده تو به ما برسانه. میگه برش گفتم یه آدم که از اهل عراق است و آدم با عقل است و آدم فقیه می باشه. میگه امام جعفر میگه رحمه الله گفت که لعله الذي يقيس الدين برأيه، میگه شاید میگه اون نفری باشه که میگه دین میگه با رأی خود قیاس میکنه. میگه سپس به ما گفت که نزدیک شد، گفت هو النعمان ابن ثابت. میگه برایم گفت که آیا این کسی که آمده این نعمان ابن ثابت است یعنی ابو حنیفه است؟ میگه فقال ابو حنیفه نعم اصلحك الله. میگه ابو حنیفه گفت بله گفت الله تو را اصلاح بکنه. گفت بله من ابو حنیفه هستم، من نعمان ابن ثابت هستم. میگه فقال له جعفر اتق الله ولا تقص الدين برأيك فإن اول من قاس ابلیس. میگه امام جعفر صادق رحمه الله به ابو حنیفه گفت که از الله بترس و دین کس برای خود قیاس نکن، زیرا اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. اذ امره الله تعالی بالسجود لآدم فقال انا خیر منه خلقتني من نار و خلقته من طین. میگه زمانی که الله سبحانه و تعالی به ابلیس گفت که سجده کو، او گفت که گفت من از بهتر هستم، مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی، از خاک آفریدی. و باز امام جعفر صادق رحمه الله برش گفت که ایما اعظم عند الله الصوم ام الصلاة، کدام عمل در نزد الله بزرگتر است، روزه یا نماز؟ قال لا بل الصلاة، گفت که بلکه نماز در نزد الله بزرگتر است. فما بال المرأة اذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، گفت پس اینطور است چرا زن که وقتی که حیض میشه روزه خود قضایی میاره اما نماز خود قضایی نمیاره؟ میگه باز برش گفت اتق الله یا عبد الله ولا تقس، گفت از الله بترس ای بنده الله و قیاس نکن. ان نقف نحن وانت غدا ومن خالفنا بين يدي الله عز وجل فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل وتقول انت واصحابك سمعنا ورأينا فيفعل بنا وبكم ما يشاء. میگه امام جعفر صادق رحمه الله به او گفت که از الله بترس ای بنده الله و قیاس نکن. همین ما در نزد الله قرار میگیریم، تو هم قرار میگیریم، ما هم قرار میگیریم، کسایی که مخالف ما هستن اونها هم قرار میگیرن و ما میگیم که الله و رسولش گفتگی است و تو میگی که تو یارانت میگن که ما شنیدیم و رأی دادیم، رأی ما ای است، شنیدگی ما ای است. و در کتاب ضم الکلام خواجه عبدالله انصاری است که از امام شعبی روایت است، میگه والله لئن اتخذتم بالمقاییس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام. گفت قسم به الله شما اگر با قیاس روی آوردین حلال حرام میکنین و حرام حلال میکنین. و روایت دیگر اینجا است از امام اوزاعی رحمه الله، میگه ما ولد فی الاسلام مولود اشر من ابی حنیفه و ابی مسلم. امام اوزاعی رحمه الله میگه در اسلام
مولودی بدتر از ابو حنیفه و مسلم کس به دنیا نیامدگی است. یعنی در اسلام فرزندی بدتر از ابو حنیفه و ابو مسلم پیدا نشده و زاده نشدگی است. روایت دیگری که از امام اوزاعی رحمه الله است، عیسی بن یونس روایت میکنه که میگه امام اوزاعی رحمه الله گفت که در اسلام ما ولد فی الاسلام مولود اشأم علیه من ابی حنیفه. گفت در اسلام مولودی فرزندی بدتر از ابو حنیفه اصلا تولد نشده. و همین قول که از این قول از امام ثوری، سفیان ثوری، امام ابن عون و امام مالک و امام حماد و غیر ائمه که ثابت است. کل ائمه گفتن به همین شکل از الفاظ از اونها ثابت است، گفتگی هستند که در اسلام فرزندی بدتر از ابو حنیفه به دنیا نیامدگی است. و امام ابو اسحاق فزاری میفرماید قال لی الاوزاعی انا لا ننقم على ابي حنیفه انه كان يرى كلنا نرى ولكننا ننقم عليه أنه يجيء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه إلى غيره. میگه ما ابو حنیفه را بد نمیگیم به خاطر از اینکه او نظر میته و اهل رأی است. میگه کل ما نظر میتیم، لیکن او میگه ابو حنیفه کسی است که حدیث رسول صلی الله علیه وسلم برش آورده میشه، او میگه مخالفت میکنه، قول دیگر از پیش خود میاره. و امروز کسانی که میبینیم مذهب ابو حنیفه را که ببینیم در تمام چیز، در مسائل اعتقادی، در مسائل احکام، در حلال حرام، در هر چیزی که ما و شما اگر ببینیم مخالف با کتاب و سنت است، مخالف با منهج صحابه، مخالف با منهج تابعین و کسانی که از آنها پیروی کردن میباشه. و امروز میگن مردم حتی میخوان که به ابو حنیفه عذر بتارشن، میگن به ابو حنیفه احادیث صحیح نرسیده بود. میگن از او خاطر میگن این مسائلی که بیان میکنه میگن یا ضعیف است یا مسائلی است که اصلا در قرآن و سنت ذکر نشده. بلکه این رقم نبود، احادیث برش خوانده میشد، احادیث برش آورده میشد، او احادیث انکار میکرد یا رد میکرد، قول دیگه که از پیش خودش بود او را انتخاب میکرد، چون اهل رأی بود از پیش خودش انتخاب میکرد. و در مسائل ابن هانی است امام احمد رحمه الله میگه ترکنا اصحاب الرأی و كان عندهم حديث كثير فلم نكتب عنهم لانهم معادون للحديث لا يفلح منهم احد. امام احمد رحمه الله میگه ما اهل رأی ترک کردیم که در حالی که در نزد حدیث زیاده بود. میگه ما از اونها چیزی نوشته نکردیم به خاطر که آنها دشمنای حدیث هستند و هرگز یکی از آنها هم رستگار نمیشه. و در تاریخ بغداد از ابو اسحاق روایت است، میگه کان ابو حنیفه یجیه الشیء عن النبی صلی الله علیه وسلم فیخالفه الی غیره. با ابو حنیفه چیزی از رسول صلی الله علیه وسلم، قولی از رسول صلی الله علیه وسلم می آمد او مخالفت میکرد، قول دیگر انتخاب میکرد. و امام وکی رحمه الله میگه وجدنا ابو حنیفه خالف 200 حدیث. میگه ابو حنیفه را دریافتم که با 200 حدیث مخالفت کرده بود. و روایت دیگری از امام اسحاق فزاری است، ابو اسحاق فزاری میفرماید کان الاوزاعی و سفیان یقولان ما ولد فی الاسلام علی هذه الامه اشأم من ابی حنیفه. میگه امام اوزاعی و امام سفیان ثوری رحمهم الله میگفتند که در اسلام مولودی فرزندی بدتر از ابو حنیفه به دنیا نیامدگی است. و امام شافعی در تاریخ بغداد میگه شر علیه من ابی حنیفه، بدتر از ابو حنیفه به دنیا نیامدگی است. و روایت دیگری که میاریم از امام ایوب سختیانی و امام ابن عون است رحمهم الله تعالی. امام ابو ایوب سختیانی که اسمش ابو بکر ابن ابی تمیمه است که او را از صغار تابعین میدانند، از تابعین کوچک میدانند که در سنه 131 هجری رحمه الله وفات کرده. و امام حسن بصری در مورد از میگه ایوب سید شباب اهل البصره. و میگه امام ایوب که سید سردار جوانان اهل بصره است. و امام شعبه میگه حدثني ایوب سید الفقهاء. میگه ایوب که سید الفقهاء است، سردار فقها است. و حمیدی در مورد از میگه لقى ابن عیینه 86 من التابعین و كان يقول ما رأيت مثل ایوب. حمیدی رحمه الله میگه سفیان ابن عیینه 86 تابعی را ملاقات کرده بود. میگه و میگفت که در بینشان مثل ایوب ندیدم. و امام دیگر ابن عون است رحمه الله تعالی که هم از تابعین کوچک می باشه که در سنه 151 هجری رحمه الله وفات کرده است که در مورد از او خارجه ابن مصعب رحمه الله می فرماید صحبت ابن عون 24 سنه فما اعلم ان الملائکه كتبت عليهم خطئها. وقال ابن مبارك ما رأيت احدا افضل من ابن عون. خارجه ابن مصعب رحمه الله میگه 24 سال با ابن عون هم صحبت بودم، رفیقش بودم، یک جا بودیم. میگه من نمیدانم که ملائکه میگه از او کدام خطایی را از او نوشته کرده باشن. سبحان الله. میگه 24 سال با او بودم، میگه گناهی ما از او ندیدم که او گناهی انجام بده.
و ابن مبارک رحمه الله میگه ما رأیت احدا افضل من ابن عون، میگه انسانی را افضلتر گرامیتر از ابن عون من ندیدم. و امام عبدالرحمن ابن مهدی میگه ما کان بالعراق اعلم بالسنه من ابن عون، میگه در عراق عالمتر با سنت از عبدالرحمن ابن مهدی نبود. و ابو الاحواس میگفت کان یقال لابن عون سید القراء فی زمانه، میگه به ابن عون گفته میشد که سید قاریان زمانش. راوی سعید ابن عامر روایت میکنه از سلام ابن ابی مطیع میگه شنیدم که میگفت كنت مع ایوب السختیانی في المسجد الحرام فرآه ابو حنیفه فاقبل نحوه فلما رآه ایوب قال لاصحابه قوموا لا يعرنا بجربه قوموا لا يعرنا بجنبه. میفرماید که ما با ایوب سختیانی در مسجد الحرام بودم، دیدیم که ابو حنیفه آمد. میگه ابو حنیفه در نزدیک شد که خود به ایوب سختیانی نزدیک کنه. میگه زمانی که ایوب رحمه الله را دید به یارانش گفت که بخزین که شر از یک از به ما نیاید، بخزین شرش به ما نیاید. راوی میگه فقاموا فتفرقوا، میگه ما خستیم و متفرق شدیم، ایستاد نشدیم. و این روایت که از امام ابن بطه رحمه الله در ابانة الکبری آوردگی است، در تاریخ بغداد می روایت آورده شدگی است و در کتاب المعرفه و التاریخ از فسوی هم نقل شدگی است. سندش هم سند صحیح است. حماد ابن زید روایت میکنه، یم از ائمه اهل سنت است، میگه سمعت ایوب یقول لقد ترك ابو حنیفه هذا الدین و هو ارق من ثوب سابری. ایوب رحمه الله میگفت که ابو حنیفه دین ترک کردگی است مثل کسی که لباس صابری را پوشیده. لباس صابری لباسی است که بدن انسان معلوم میشه، بدن انسان معلوم میشه. یعنی چه رقمی که انسان معلوم است، یعنی به مو شکل میگن، یعنی یک چیزی نپوشه، یک چیزی به اون نمانده از اسلام. معناش است که یک چیزی از اسلام به اون نماندگی است. لباس صابری لباس نازک می باشه که عورت معلوم میشه. یعنی منظور ایوب رحمه الله ای است که ابو حنیفه این رقم دین ترک کردگی است که از لباس هم که از نازکتر می باشه، چیزی از اسلام برش نماندگی است. و راوی روایت میکنه که میگه از ابن عون شنیدم که میگفت مولد فی الاسلام مولود اشأم علی اهل الاسلام من ابی حنیفه، میگفت در اسلام و بر مسلمانان مولودی بدتر از ابو حنیفه به دنیا نیامدگی است. و این روایت که از در کتاب الضعفاء للعقیلی و تاریخ بغداد آوردگی است به همین شکل. و روایت دیگری که میاریم از سلیمان ابن اعمش و مغیره الضبی و سایر آنها می باشه. سلیمان اعمش رحمه الله تعالی که متوفای 148 هجری است. سفیان ابن عیینه در مورد از میگه کان الاعمش اقرأهم لکتاب الله و احفظهم للحديث و اعلمهم بالفرائض. سفیان ابن عیینه رحمه الله میگه که اعمش، سلیمان الاعمش میگه در کتاب الله که از قاری ترینشان بود و در حفظ حدیث هم که از همه کس حافظتر بود و در فرائض هم که از همه عالمتر بود. و عجلی در موردش میگه الاعمش ثقه کان محدث الكوفه فی زمانه، میگه او اهل اعتماد اهل تایید بود و محدث کوفه در زمانش بود. و کسی دیگه که از در روایت میاره مغیره الضبی است. مغیره یم امام علامه ثقه است که در 133 هجری رحمه الله وفات کرده. ابو بکر ابن عیاش رحمه الله در موردش میگه کان مغیره من افقههم ما رأیت احدا افقه منه فلزمته. وقال ابن معین ثقه مأمون. ابو بکر ابن عیاش میگه مغیره کس ثقه بود، مورد تایید بود و از فقیه ترین انسان ها بود. میگه کسی را مثل او فقیه ندیدم. و در اینجا روایت میکنه راوی عبده ابن عبدالرحمن است، میگه از معروف شنیدم که میگفت دخل ابو حنیفه على الاعمش يعوده فقال يا ابا محمد لولا ان يثقل عليك مجيء لعدتك في كل يوم. میگه ابو حنیفه به عیادت اعمش رفت. اعمش بیمار بود، مریض بود. میگه به عیادتش رفت، برش گفت که ای ابا محمد اگر برات سنگین تمام نمیشد هر روز به عیادت تو می آمدم. میگه فقال الاعمش من هذا. اعمش گفت که کی است؟ میگه قالوا ابو حنیفه. گفتن کی؟ ابو حنیفه است. فقال یا النعمان انت والله ثقيل في منزلك فكيف اذا جئتني. گفت ای نعمان قسم به الله تو در خانه خود هستی، برای من سخت تمام میشه. فكيف اذا جئتني، چی باشه وقتی که پیش من بیای؟
تو با خانه خود هستی، برای من سخت است، برای من سخت است که تو زنده هستی در روی زمین راه میری. روایت دیگری کسی از ابوبکر ابن عیاش رحمه الله روایت میکنه، میگه در نزد ابو حنیفه، میگه در نزد مغیره از ابو حنیفه و یارانش سخن گفته شد. مغیره میگه قسم یاد کرد که والله الذی لا اله الا هو لانا اخوف على الدین منهم، یعنی من الفساق. گفت من در این دین که از فساق کرده، از فساق نمیترسم آنچه که از این مردم میترسم. و قسم میخورد که قسم به الله. میگه و حلف الاعمش قال والله الذي لا اله الا هو ما اعرف من هو شر منهم. میگه اعمش قسم یاد کرد که قسم به الله من نمیدانم کدام یک بدتر است. قیل لابی بکر یعنی المرجئه، قال المرجئه و غیر المرجئه. گفت مرجئه و غیر مرجئه. روایت دیگری که اینجا عیسی بن یونس میاره، میگه ربما اخذ ابو حنیفه بیدی و نحن فی مسجد الکوفه فیبر و یلطف اقعد. میگه گاهی وقتا میشد که ابو حنیفه در مسجد کوفه از دست ما میگرفت، با ما اخلاق میکرد، میگفت که مرا با کنار خود میشان، در درس خود میشان در مسجد. میگم از مجبوری مرا میشان. میگه سفیان ثوری رحمه الله میامد، میگفت که تجلس الیه، میگه میبینم که به مجلس از او شیشتگی هستی. فاقول له، میگه به سفیان رحمه الله میگفتم یاخذ بیدی فیجلسنی فیبرنی فما اصنع به. یه برش میگفتم که از دست میگیره مرا میشانه، پیش خود چی میکنم، چی رقم کنم. میگه فیسکت، میگه سفیان رحمه الله ساکت شد، چیزی نگفت. میگه و سفیان رحمه الله میگه ما سألت ابو حنیفه عن شيء قط ولقد سألني وما سألته. میگه ما از ابو حنیفه هیچ چیزی نپرسیدم، او در حالی که از من میپرسید و ما از او هیچ چیز نپرسیدگی هستم. یعنی رد دست بر کسانی که میگن گویا سفیان ثوری رحمه الله به درسای ابو حنیفه رفته باشه و از درس شنیده باشه. و سفیان ثوری رحمه الله میگفت که کان ابو حنیفه غیر ثقه ولا مأمون استتیب مرتين. ابو حنیفه اعتمادی نیست و دو بار توبه داده شدگی است. روایت دیگری که سفیان ثوری رحمه الله میگه مولد فی الاسلام ولد اشأم من ابي حنیفه. در اسلام مولودی بدتر از ابو حنیفه به دنیا نیامدگی است. و سفیان بن وکیع روایت میکنه که میگه ما از پدرم شنیدم که اذا ذكر ابو حنیفه في مجلس سفیان كان يقول نعوذ بالله من شر النطي اذا استعرب. میگه در مجلس سفیان اگر از ابو حنیفه یاد میشد، میگه پناه میبرم از شر انسان. هارون ابن سفیان روایت میکنه، میگه ما از ابو عاصم شنیدم که گفت نعیت ابو حنیفه الى سفیان فما زادني على ان قال الحمد لله الذي عافاني من كثير مما ابتلي به كثير من الناس فعجبت منه. میگه از ابو حنیفه در نزد، میگه از مرگ ابو حنیفه با سفیان خبر دادم، دیدم که سفیان رحمه الله میگه که الحمدلله، الله را شکر گفت و گفت الحمدلله الذي عافانی، گفت سپاس الله را که مرا عافیت داد از چیزی که بسیار از مردم ابتلا کردگی است. در کتاب المجرحین از عبدالصمد بن حسان میاره، میگه كنت مع سفیان الثوری بمکه عند الميزاب فجاء رجل فقال ان ابا حنیفه مات. قال اذهب الى ابراهيم ابن طهمان فأخبره. فجاء الرسول فقال وجدته نائما. قال ويحك اذهب فأنبهه وبشره فإن فتان هذه الأمة مات. والله ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليه من أبي حنيفة. والله لكان أبو حنيفة أقطع لعروة الإسلام عروة عروة. میگه عبدالصمد بن حسان میگه ما با سفیان ثوری در مکه در میزاب بودیم که کسی مردی آمد گفت که ابو حنیفه هلاک شدگی است، مردگی است. میگه سفیان رحمه الله گفت برو به ابراهیم ابن طهمان به او خبر بده. میگه نفر رفت، پس آمد گفت که او خواب بود. گفت برو او را بیدار که و مجربت برش، به خاطر که فتان هذه الامه، کسی امت به فتنه انداخته بود، ای هلاک شدگی است، مردگی است. و در ادامه سفیان ثوری رحمه الله گفت که ما ولد فی الاسلام مولود اشأم علیه من ابی حنیفه. گفت در اسلام مولودی بدتر از ابو حنیفه به دنیا نیامدگی است. گفت قسم به الله والله لکان ابو حنیفه اقطع لعروة الاسلام عروة عروة. گفت قسم به الله که ابو حنیفه گره اسلام است، گره های اسلام است، گره به گره اسلام از بین میبرد و نقض میکرد. و راوی دیگر اینجا ابو نعیم است روایت میکنه که كنا مع سفیان جلوسا في المسجد الحرام فاقبل ابو حنیفه یریدوه فلما رآه سفیان قال قوموا بنا لا يعرنا هذا بجربه فقمنا وقام سفیان. ابو نعیم رحمه الله میگه که ما با سفیان در مسجد الحرام نشسته بودیم که ابو حنیفه آمد. میخواست که با سفیان رحمه الله ملاقات کنه. سفیان رحمه الله گفت بخیزین که شر آدم به ما و شما نرسه.
میگه خیستیم و سفیان هم خیست رفتیم. وكنا مرة أخرى جلوسا مع سفيان في المسجد الحرام فجاءه أبو حنيفة فجلس فلم نشعر به فلما رآه سفيان استدار فجعل ظهره إليه. میگه روز دیگه میگه با میشه که در مسجد الحرام نشسته بودیم که ابو حنیفه آمد، میگه ما متوجه نشدیم. میگه زمانی که سفیان رحمه الله او را دید میگه روی خود گشتان، میگه پشت خود طرف او کرد، روی خود گشتان پشت خود طرف او کرد. و روایت دیگری که میارم از امام مالک رحمه الله است. امام مالک ابن انس امام دار الهجره که در سنه 179 هجری رحمه الله وفات کرده، که سفیان ابن عیینه در موردش میگه مالک عالم اهل حجاز و هو حجت زمانه. مالک عالم اهل حجاز است و دلیل زمانه است، حجت زمانی خود است. وقال الشافعی رحمه الله میگفت اذا ذکر العلماء فمالک النجم. میگه وقتی که علما یاد میشن میگفت عالم مثل ستاره است. وقال احمد هو امام فی الحديث و فی الفقه. امام احمد رحمه الله میگفت که مالک امام است در حدیث و در فقه. ابن معین میگفت مالک من حجج الله علی خلقه. سبحان الله. میگفت که مالک از حجت های الهی بر خلق است، از حجت الهی بر خلق است، بر مخلوقاتش است. ببین مالک رحمه الله در مورد ابو حنیفه در مورد این انسان چی گفتگی است. منصور ابن ابي مزاحم روایت میکنه، میگه سمعت مالک ابن انس ذکر ابو حنیفه فذكره بكلام سوء. میگه از مالک ابن انس شنیدم که در نزد او از ابو حنیفه سخن گفته شد. میگه ابو حنیفه را با سخنان بد و سخنان زشت میگه یاد کرد. و امام عبدالله رحمه الله از منصور شنیده که روایت میکنه، میگه سمعت مالکا یقول فی ابی حنیفه قولا یخرجه من الدین. مالک رحمه الله میگفت که در ابو حنیفه سخنی است که او را از دین خارج میسازه. و ولید ابن مسلم روایت میکنه که قال مالک بن انس ای یذکر ابو حنیفه ببلدکم قلت نعم قال ما ينبغي لبلدکم ان یسکن. راوی روایت میکنه که ولید ابن مسلم است، میگه مالک رحمه الله گفت که آیا ابو حنیفه در منطقه شما یاد میشه؟ گفتم بله. گفت ما ينبغي لبلدکم ان یسکن، مناسب نیست که در منطقه شما در شهر شما او زندگی بکنه و سکونت بکنه. ایرک از الضعفاء العقیدی هم میده تاریخ بغداد ما ورد، کلش سندش هم صحیح است. و راوی روایت میکنه که اسماعیل ابن ابی ویس است، میگه مامای مالک ابن انس گفت که ابو حنیفه داء العضال. گفت داء عضال است، یک کلمه عربی است که از امام مالک رحمه الله پرسیده میشه که داء العضال چی است؟ میگه هو ابو حنیفه و اصحابه، که میگه هو ابو حنیفه و یارانش میباشه. میگه از این خاطر است که و ذلك انه ضلل الناس بوجهین، میگه به خاطری که مردم از دو طریق گمراه کردگی است، بالارجاء و بنقد السنن بالرأی. میگه از طریق ارجاء و از طریق شکستن سنت با گرفتن رأی خودش. میگه به این شکل میگه این مردم گمراه کردگی است. فهو عندنا اشأم مولود فی الاسلام. امام مالک رحمه الله میگه ابو حنیفه بدترین مولود در اسلام است. میگه ضل به بشر کثیر، میگه به سبب از او مردم زیاد گمراه شدن. این واقعیت هم است، میبینیم از همون زمان تا فعلا که به همین شکل ادامه داره. و در تاریخ بغداد از میاره که از امام مالک رحمه الله پرسان میشه که این الداء العضال چی است؟ میگه الهلكة فی الدین و منهم ابو حنیفه. هلاک شدن در دین رفتن. میگه از جمله از این کسانی که میگه اصلا اینا میگه ابو حنیفه است. و در تاریخ بغداد از حبیب که کاتب مالک بن انس رحمه الله بود، از نقل میکنه که امام مالک رحمه الله میگفت كانت فتنة ابي حنیفه اضر على هذه الامه من فتنة ابلیس في الوجهين جميعا. گفت فتنه ابو حنیفه مضرتر بود در این امت از فتنه ابلیس کرده. فی الارجاء و ما وضع من نقد السنن. گفتی که ارجاع در امت آوردگی است و ای که سنت نقص کردگی است، سنت شکستگی است. و روایت دیگری داریم از حماد بن زید رحمه الله تعالی. حماد بن زید رحمه الله متوفی 179 هجری رحمه الله می باشه، که عبدالرحمن بن مهدی در موردش میگه ائمه الناس في زمانهم اربعه: سفيان الثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام وحماد بن زيد بالبصرة. امام عبدالرحمن بن مهدی میگفت که پیشوایان مردم در زمانشان 4 کس بودند: سفیان ثوری در کوفه، مالک در حجاز، اوزاعی در شام و حماد بن زید بالبصره. ما از سفیان ثوری و امام مالک و امام اوزاعی در بدگویی در رد ابو حنیفه اقوال را آوردیم، و حال از امام بصره حماد بن زید رحمه الله تعالی میاریم. و عبدالرحمن بن مهدی رحمه الله میگه لم ار احدا قط اعلى بالسنه
میگه کسی نمیگه عالمتر به سنت از حماد ابن زید ندیدم. و امام احمد بن حنبل رحمه الله میگفت که حماد ابن زید من ائمه المسلمین من اهل الدین هو احب الی من حماد ابن سلمه. امام احمد رحمه الله میگفت که حماد ابن زید از پیشوایان مسلمان هاست و از اهل دین است و بریم دوست داشتنی تر از حماد ابن سلمه کرده. راوی روایت میکنه میگه حماد ابن زید رحمه الله گفت که ما نشسته بودیم با ابو حنیفه در مکه. میگه مردی آمد گفت که ما خفین موزره، یعنی مسیح که میگم خفین موزره پوشیدم در حالی که در احرام بودم. و یایی که میگه که لبیس السراویل و انا محرم، میگه ما شلوار پوشیدم در حال احرام بودم، ما چیکار کنم؟ میگه فقال ابو حنیفه علیک دم. ابو حنیفه گفت که تو باید بر تو خون است، یعنی باید مال بکشی. او در حالت احرام بوده. میگه فقلت للرجل وجدت نعلین او وجدت ازارا؟ قال لا. میگه ما به نفر گفتم آیا وقتی که تو شلوار پوشیدی و یا موزه پوشیدی، موزه که مسیح که ما و شما میگم خفین، میگه او را که پوشیدی آیا شلوار یا کفش پیدا کرده بودی؟ قال لا. گفت نه پیدا نکرده بودم. میگه من به ابو حنیفه گفتم که یا ابو حنیفه این هذا یزعم انه لم یجد. میگه برش گفتم که یه آدم میگه که پیدا نکرده. میگه ابو حنیفه گفت که سواء وجد او لم یجد. ابو حنیفه گفت که فرق نمیکنه پیدا کرده یا نکرده، باید بره یک مال بکشه، مال ذبح بکنه، خون برش لازم شدگی است. حماد رحمه الله میگه من برش به ابو حنیفه گفتم که من از عمرو بن دینار روایت میکنم که او از جابر بن زید روایت میکنه که او از ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه که میفرماید رسول صلی الله علیه و سلم شنیدم که گفتن السراویل لمن لم یجد الازار، گفتن شلوار برای کسی است که ازار پیدا نکنه، و الخفین لمن لم یجد النعلین، و خفین او مسیح است برای کسی است که کفش پیدا نکنه در زمانی که در حج. و میگه باز روایت دیگر روایت کردم از ابن عمر رضی الله عنهما که رسول صلی الله علیه و سلم گفتن کسی که ازار پیدا نکرد السراویل لمن لم یجد الازار، شلوار برای کسی است که ازار پیدا نکنه، و مسیح است برای کسی است که کفش پیدا نکنه. میگه ابو حنیفه میگه فقال بیده ای لا شیء. میگه ابو حنیفه میگه با دست خود تکان داد که برو این حدیث پیش من ارزش نداره. میگه حدیث رسول صلی الله علیه و سلم خواندم، حدیث صحیح است که بخاری و مسلم حدیث روایت کرده هستند. یک حدیث از ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه از رسول صلی الله علیه و سلم، حدیث دیگر ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه. میگه حدیث رسول صلی الله علیه و سلم با ابو حنیفه خواندم، ابو حنیفه اشاره کرد که گفت این حدیث گفت این چیزی نیست، یعنی این ارزش نداره پیش ما و چیزی است که اهل او رأی بود، فقط رأی خود پیش می آورد، رأی خود فتوا میداد. حماد رحمه الله میگه ما از بیرون شدم، میگه حجاج ابن ارطه را داخل مسجد دیدم. میگه از او پرسان کردم که یا ابا ارطه ما تقول في محرم لبس السراويل ولم يجد الازار ولبس الخفين ولم يجد النعلين؟ چی میگه در مورد کسی که در حالت احرام باشه و شلوار بپوشه و اون در حال باشه که ازار پیدا نکرده باشه و مسیر بپوشه در حال کفش پیدا نکرده باشه؟ میگه او ابا ارطه گفت حدثني عمرو بن دینار، اما حدیث روایت کرد که از ابن عباس رضی الله عنهما است، کسی اگر ازار پیدا نکرد شلوار بپوشه و اگر کفش پیدا نکرد مسیر بپوشه. و میگه روایت دیگر را خوان که او روایت است که از علی رضی الله عنه است که علی رضی الله عنه میگه انه قال السراویل لمن لم یجد الازار والخفین لمن لم یجد النعلین. فقلت له فما بال صاحبكم؟ قال كذا وكذا. امام حماد بن زید رحمه الله میگه این احادیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم است که از چند طریق روایت شده، احادیث صحیح است. گفتم که چرا پس صاحب شما دوست شما ابو حنیفه چرا اینطور میکنه؟ قال ومن ذاك وصاحب ومن ذاك قبح الله وذاك. گفت دوست کی است؟ این رفیق کی است؟ رفیق ما نیست، دوست ما نیست. گفت الله ایره رسوا بکنه، الله بشرمانه انسانم. ابو حنیفه را بددعایی میکرد. و روایت دیگری است که امام عبدالله رحمه الله از منصور ابن ابی مزاحم روایت میکنه، میگه سمعت ابا علی العذری يقول قيل لحماد بن زيد مات ابو حنیفه قال الحمد لله الذي كبس به بطن الارض. ابو علی العذری میگه با حماد بن زید رحمه الله گفته شد که ابو حنیفه هلاک شده است. حماد بن زید رحمه الله گفت الحمد لله الذي كبس به بطن الارض، گفت سپاس ذات را، سپاس الله را که او را در شکم زمین فرو برد، در زمین داخل کرد، یعنی شکر الله که الله او را هلاک کرد. روایت دیگری است که از حماد بن زید رحمه الله است، میگه نشسته بودم در نزد ابو حنیفه در مکه که ابو حنیفه میگه از سعید بن جبیر رحمه الله تابعی بزرگوار میگه او را به ارجاء متهم کرد، گفت که مرجئه بوده.
میگه فقلت من یحدثک یا ابا حنیفه، گفتم تو را به تو کی گفتی گپه؟ به تو چی کسی گفت که سعید بن جبیر مرجئه بوده؟ قال سالم الافطس، گفت سالم گفتگی است. میگه فقلت له فان سالما یرى رأی المرجئه، میگه برش گفتم که سالم کس و نظر مرجئه را داشت. ولكن حدثنا ایوب قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال ألم أرك جلست إلى طلق لا تجالسه. میگه ما برش گفتم که سالم که خودش مرجئه است، او خودش مرجئه است، لیکن من روایت را از ایوب روایت میکنم که او گفت سعید بن جبیر مرا دید که ما به همراه طلق بن حبیب ششته بودم. برای ما گفت که من تو را به همراه طلق بن حبیب دیدم. گفت لا تجالسه، با او نشید، به خاطر که طلق بن حبیب کس او مرجئه بود. طلق بن حبیب مرجئه بود. میگه سعید بن جبیر رحمه الله گفت که با اون نشین. و ایره خواجه عبدالله انصاری ابو اسماعیل الهروی هم که در کتاب ذم الکلام میاره که طلق بن حبیب کان یتکلم فی الارجاء، میگه او مرجئه بود. و در مورد طلق بن حبیب از ابو حنیفه پرسان میشه که فناداه رجل یا ابو حنیفه ما کان رای طلق، از او میگه که ابو حنیفه میگه طلق چه رقم آدم بود؟ میگه فاعرض عنه، میگه او را ابو حنیفه میگه روی گشتان. ثم ناداه فاعرض عنه، باز صدا کرد که ابو حنیفه در مورد طلق ما نظر بده. میگه وقتی که چند بار از ابو حنیفه پرسان شد گواهی ور تو باشه که او عدل میبید. منظور از عدل که ابو حنیفه میگه عبدالرحمن معلمی در کتاب خود التنکیل نقل میکنه که منظور از عدلی که ابو حنیفه گفتگی است میگه ارجاست. یعنی گفت که او مرجئه بود. خود ابو حنیفه شهادت میده که او مرجئه بود. و روایت دیگری است که ابو معمر از اسحاق ابن عیسی روایت میکنه، میفرماید سألت حماد بن زید عن ابي حنیفه فقال انما ذاك يعرف بالخصومه في الارجاء. میگه از حماد بن زید در مورد ابو حنیفه پرسان کردیم، گفت که یا انسان کس در مسئله ارجاء کس مشهور است که با مؤمنین با اهل اسلام کس به خاطر ارجاعش کس دعوا میکرد و خصومت میکرد. به همین قدر اکتفا میکنیم. فردا بعضی از اقوال دیگه ائمه اهل سنت مثل قاضی شریک ابن عبدالله رحمه الله تعالی و عبدالله ابن مبارک رحمه الله تعالی و بعضی از اقوال دیگه از ائمه سلف ماندگی است در مورد ابو حنیفه، اونا رو نقل میکنیم ان شاء الله تعالی. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.